زیگموند فروید. قسمت اول. زیگموند فروید به عنوان بنیانگذار روانکاوی بیش از هر کس دیگری در تاریخچه روانشناسی هم به شدت مورد تحسین قرار گرفته است و هم به خاطر نظریه‌هایش به طرز بیرحمانه‌ای از او انتقاد شده است. به عنوان یک شخص هم تکریم و هم محکوم شده است و به عنوان یک دانشمند بزرگ بدعتگذار و کلاهبردار معرفی گردیده است. تحسین کنندگان و منتقدان فروید قبول دارند که تأثیر او بر روانشناسی، رواندرمانی و نحوهی که مردم جوامع غرب درباره خود می‌اندیشند بیش از هر کس دیگری بوده که تاریخ علم به یاد دارد. زمانی که فروید به دنیا آمد، پدرش 40 سال و مادرش که زن سوم پدر فروید بود تنها 20 سال داشت. پدر سختگیر و خودکامه بود. فروید هنگام بزرگسالی خصومت، انزجار و خشم کودکی خود را نسبت به پدرش به خاطر می آورد. او نوشت که در سن 2 سالگی نسبت به پدرش احساس برتری می کرد. این موقعیت زمینه را برای ایجاد مفهوم عقده اودیپ که بخش مهم نظام فروید و جزء سازنده کودکی وی بود آماده کرد. در واقع مقدار زیادی از نظریه فروید بازتابی از تجربیات کودکی اوست و از این رو ماهیت آن را میتوان زندگی نامه‌ای دانست. مادر فروید نسبت به فرزند اول خود احساس غرور می‌کرد و متقاعد شده بود که وی مرد بزرگی خواهد شد. از جمله ویژگی‌های شخصیت دیرین فروید درجه بالایی از اعتماد به نفس، آرزوی شدید برای موفق شدن و رؤیای شهرت و آوازه بودند. فروید که تأثیر توجه و حمایت مداوم مادرش را در جمله زیر منعکس می کند، نوشت: مردی که محبوب بیچون و چرای مادرش بوده است در تمام طول زندگی احساس یک فاتح را دارد، احساس اطمینان از موفقیت که اغلب موجب موفقیت واقعی می شود. در خانواده فروید 8 فرزند وجود داشت که 2 نفر از آنها برادران ناتنی بزرگسال فروید همراه با کودکانشان بودند. نزدیکترین همدم دوران کودکی فروید برادرزاده‌اش بود که 1 سال بزرگتر بود. فروید برادرزاده‌اش را به صورت منبع دوستی‌ها و بیزاری‌های بعدی خود توصیف کرد. فروید از تمام کودکان خانواده بدش می آمد و هنگامی که رقیبی برای محبت مادرش به دنیا می آمد احساس حسادت و خشم می کرد. فروید از همان سالهای نخستین سطح بالایی از هوش را نشان داد که والدین او به پرورش آن کمک کردند. برای مثال خواهران او اجازه نواختن پیانو را نداشتند مبادا که صدای آن مطالعات فروید را آشفته کند. به او اتاق اختصاص داده شده بود که بیشتر وقت خود را در آن می‌گذراند و حتی غذایش را در آنجا می‌خورد تا وقت مطالعاتش را از دست ندهد. اتاق وی تنها اتاق آن خانه بود که چراغ نفتی با ارزشی داشت و باقی افراد خانواده از شمع استفاده می‌کردند.
فروید 1 سال زودتر از معمول وارد دبیرستان شد و اغلب شاگرد اول بود. فروید که زبان آلمانی و عبری را به راحتی صحبت می‌کرد، در مدرسه بر زبان‌های لاتین، یونانی، فرانسوی و انگلیسی تسلط یافت و ایتالیایی و اسپانیایی را خودش یاد گرفت. وی از سن 8 سالگی از خواندن آثار شکسپیر به انگلیسی لذت می‌برد. فروید علایق زیادی داشت که از جمله آنها تاریخ نظامی بود. اما هنگامی که زمان انتخاب شغل فرا رسید، در میان مشاغل معدودی که در وین برای یک یهودی گشوده بود، وی پزشکی را برگزید. علت این انتخاب این نبود که وی آرزو داشت پزشک شود، بلکه او معتقد بود که مطالعات پزشکی به حرفه‌ای در پژوهش علمی خواهد انجامید که ممکن بود شهرتی را که عمیقاً دوست داشت برایش به ارمغان آورد. در حالی که فروید مشغول کامل کردن مطالعه برای درجه پزشکی خود در دانشگاه وین بود، به انجام پژوهش فیزیولوژیکی روی نخاع شوکی ماهی و بیضه‌های مارماهی پرداخت و از این طریق خدمت شایسته‌ای به این رشته کرد. هنگامی که فروید در دانشکده پزشکی بود، آزمایش با کوکائین را نیز آغاز کرد. وی این دارو را خودش مصرف نمود و اصرار داشت که نامزد، خواهران و دوستانش نیز آن را امتحان کنند. او به این ماده بسیار علاقمند شد و آن را دارویی اعجاب‌آور و سحرآمیز دانست که بسیاری از بیماری‌ها را درمان می‌کند و می‌تواند وسیله‌ای برای به دست آوردن شهرتی که آرزوی آن را داشت باشد. او در سال 1884 مقاله‌ای درباره آثار مفید کوکائین منتشر کرد. بعداً این مقاله را از عوامل کمک کننده به شیوع مصرف کوکائین در اروپا و آمریکا دانستند که بیش از 30 سال، یعنی تا دهه 1920 ادامه داشت. فروید قویاً به خاطر کمک به برداشتن عنان شیوع کوکائین مورد انتقاد قرار گرفت. این موضوع به جای شهرت برای او بدنامی آورد و برای باقی عمرش سعی کرد حمایت پیشین خود را از این دارو از بین ببرد و کلیه اشاراتی را که به این دارو نموده بود از کتابنامه خود حذف کند. با این وجود وی شخصاً به مصرف این دارو تا میان سالی ادامه داد. فروید می‌خواست پژوهش‌های علمی خود را در موقعیت دانشگاهی ادامه دهد، اما ارنست بروک، استاد دانشگاه پزشکی و مدیر مؤسسه فیزیولوژیکی که فروید در آنجا کار می‌کرد، این تمایل را به سبب شرایط مالی فروید به یأس مبدل کرد. او به اندازه‌ای تهیدست بود که نمی‌توانست سالها صبر کند تا بتواند یکی از معدود کرسی‌های استادی را به دست آورد. فروید با بیمیلی پذیرفت که حق با بروک است، بنابراین تصمیم گرفت در امتحانات پزشکی شرکت کند و به عنوان یک پزشک به شغل آزاد پزشکی اشتغال یابد. وی در سال 1881 به دریافت درجه دکتری نائل شد و به عنوان متخصص بالینی اعصاب به کار پرداخت. او کار طبابت را پر جاذبه تر از آنچه که پیش بینی کرده بود نیافت، اما واقعیت‌های اقتصادی در این میان پیروز شد. فروید با مارتا برنایس که او نیز مانند خودش فقیر بود نامزد شد. آنها ازدواجشان را چندین بار به دلیل مشکلات مالی به تعویق انداختند. فروید در سالهای روابط عاشقانش با مارتا نسبت به هر کسی که می‌خواست توجه و محبت او را به خود جلب کند
و حتی نسبت به اعضای خانواده خود مارتا به شدت حسادت می‌ورزید. فروید در نامه‌ای به وی نوشت: از این به بعد تو در خانواده‌ات چیزی جز یک مهمان نیستی. من تو را به هیچ کس نخواهم داد. اگر نمیتوانی به اندازه کافی به من علاقه‌مند باشی و از خانواده‌ات چشم پوشی کنی، در این صورت ناگزیر مرا از دست خواهی داد. زندگیت را تباه خواهی کرد و دست آخر از خانواده‌ات چیزی به دست نخواهی آورد. در طبیعت من تمایل ظالمانه‌ای وجود دارد. سرانجام پس از یک دور نامزدی 4 ساله که با ناکامی همراه بود، این ازدواج صورت گرفت. اما فروید ناگزیر بود که پول قرض کند و حتی ساعتهایشان را گرو بگذارد. البته سرانجام وضعیت آنان بهتر شد، اما فروید آن سالهای اولیه فقر را هرگز فراموش نکرد. ساعتهای طولانی کار فروید مانع می‌شد که وقت زیادی را با همسر و فرزندانش که 6 تن بودند بگذراند. او همچنین تعطیلات را به تنهایی یا با خواهرزنش مینا می‌گذراند، زیرا مارتا قادر نبود در پیاده روی و گردشی که فروید برای خود ترتیب می‌داد او را همراهی کند. فروید در این سالها با ژوزف بروئر، پزشکی که به سبب مطالعاتش در مورد دستگاه تنفس و کشف کارکرد مجاری نیم دایره‌ای شهرت یافته بود، دوست شد. بروئر که پزشک حاذق و موفقی بود، دوستی و رایزنی خود را از فروید جوان و تهیدست دریغ نکرد و حتی مبلغی به وی قرض داد. بروئر برای فروید به منزله پدر بود و وی نیز آشکارا فروید را به عنوان برادر باهوش و کوچکترش تلقی می‌کرد. بروئر در نامه‌ای به یکی از دوستانش نوشت: هوشمندی فروید به اوج خود می‌رسد و من مانند مرغی که به شاهین خیره شده باشد او را نظاره می‌کنم. آن دو اغلب در مورد بعضی از بیماران بروئر از جمله آنا که شرح حال او محور اصلی تحول روانکاوی است به بحث می‌پرداختند. گزارش بروئر درباره شرح حال آنا در تحول روانکاوی اهمیت دارد، زیرا روش تخلیه هیجانی یعنی مطالعه از راه صحبت کردن را که در آثار فروید به گونه‌ای برجسته نمایان است به او معرفی کرد. در سال 1885 یک بورس پژوهشی به فروید امکان داد تا 4.5 ماه در فرانسه زیر نظر شارکو به مطالعه بپردازد. او استفاده شارکو از هیپنوتیزم را در درمان بیماران هیستریکی مشاهده کرد و به تدریج چهره پدرش را در این مرد یافت و حتی فکر می کرد اگر بتواند با دختر شارکو ازدواج کند چقدر این وصلت در موقعیت شغلی وی اثر خواهد گذاشت. او در نامه‌ای به مارتا نوشت که این زن جوان در اندیشه وی تا چه اندازه جذاب می نمود. شارکو همچنین نقش امیال جنسی را در رفتار هیستریکی به فروید گوش زد کرد. شبی در یک میهمانی فروید ادعای شارکو را دایر بر این که مشکلات یکی از بیمارانش اساس جنسی دارد شنید. در 1895 فروید و بروئر پژوهش‌هایی درباره هیستری را منتشر کردند که اغلب نقطه آغاز رسمی روانکاوی تلقی می‌شد، هرچند فروید کلمه روانکاوی را تا 1 سال پس از آن به کار نبرد.
چند مقاله مشترک و چند شرح حال از جمله شرح حال آنا محتوای این کتاب را تشکیل می‌دادند. گرچه این کتاب با برخی انتقادهای منفی روبرو شد، در مجله‌های علمی و ادبی سرتاسر اروپا اظهار نظرهای مثبتی نیز درباره آن به عمل آمد و خدمت با ارزشی در این زمینه به شمار می‌رفت. این آغازی برای شهرت قطعی هرچند نسبتاً کم برای فروید که در جستجویش بود محسوب می‌شد. اما نگرش جزمی فروید نسبت به کارش بروئر را آزرده خاطر ساخت و در طی چند سال رابطه آنها به کلی قطع شد. فروید از مردی که آن همه به وی خدمت کرده بود دلگیر شد، چنانکه گفته بود دیدار صرف بروئر در او این میل را به وجود می آورد تا به کشور دیگری مهاجرت کند. با وجود این فروید امتیاز پیشگامی درمان بیماری هیستری را برای بروئر محفوظ داشت. وقتی که بروئر در سال 1925 درگذشت، خشم فروید نسبت به وی فروکش کرده بود. بنابراین به مناسبت درگذشت بروئر یک آگهی پر احساس نوشت و از فضیلت او به عنوان استادش ستایش کرد. او همچنین نامه تسلیت آمیزی برای پسر بروئر فرستاد و در آن نوشت: پدر مرحومت در به وجود آوردن علم جدید ما نقشی ارزنده ایفا کرد. فروید به طور مستمر درباره خطر فعالیت جنسی حتی برای کسانی که روان رنجور نبودند مطلب نوشت و اظهار می داشت که ما باید بکوشیم تا خود را از این نیاز معمول حیوانی بالاتر بکشیم. او نوشت عمل جنسی انسان را پست می کند و روان و بدن را آلوده می سازد. در سال 1897 که 41 ساله بود گزارش داد که فعالیت‌های جنسی را شخصاً کنار گذاشته است و به دوستی نوشت: شوق جنسی برای شخصی مانند من دیگر بیفایده است. فروید گاه و بیگاه دچار ناتوانی جنسی میشد و گاهی به سبب بیزاری از روش‌های پیشگیری از آبستنی معمول در آن زمان از عمل جنسی خودداری میکرد. در همان زمان که فروید تصمیم گرفت فعالیت جنسی را کنار بگذارد، کار تاریخی خودکاوی یا تحلیل شخصی را آغاز کرد. این زمان شدیدترین دوره آشفتگی فروید محسوب می شد و در این حال یکی از خلاقترین مراحل زندگی او بود. فروید نوشت: مهمترین بیمار برای من شخص خودم بود. او خودکاوی را به عنوان وسیله‌ای برای درک بهتر خویش و بیمارانش در پیش گرفت و روشی را که به کار برد تحلیل رؤیا نام داشت. خودکاوی او تقریباً 2 سال به طول انجامید و سرانجام در کتاب تعبیر رؤیاها انتشار یافت، کتابی که امروزه اثر عمده وی تلقی می شود. این کتاب مورد تحسین همگان قرار نگرفت، اما اظهار نظرهای جالب زیادی درباره آن نوشته شد. در زوریخ مرد جوانی به نام کارل یونگ این کتاب را خواند و به سرعت هوادار روانکاوی نوین شد. سرانجام تعبیر رؤیاها به اندازه‌ای موفقیت پیدا کرد که در زمان حیاتش 8 بار تجدید چاپ کردید. او تحلیل رؤیا را با عنوان یک روش استاندارد برای روانکاوی انتخاب کرد و در بقیه عمر خود همه روزه نیم ساعت آخر روز را به خودکاوی اختصاص داد. بالاخره در اوایل دهه 1900 دانشمندانی چون ویلیام جیمز
که در حال احتضار بود، افکار پرمخاطره فروید را به عنوان نظامی که روانشناسی قرن 20 را شکل خواهد داد تصدیق کردند. در واقع او همراه با گروه برجسته‌ای از همکارانی که به انجمن روانکاوی وین پیوسته بودند، روانشناسی قرن 20 را شکل داد. اغلب این همکاران به پیشرفت روانکاوی کمک کردند، ولی فروید اصرار داشت که فقط خود او به عنوان بنیانگذار حق دارد تعیین کند چه چیزی باید روانکاوی نامیده شود. این مسئله باعث شد که مغزهای متفکری چون آدلر و یونگ انجمن روانکاوی را ترک کنند و نظامهای خود را به وجود آورند. فروید آنان را خائن به آرمان دانست و هرگز آنها را نبخشید. در سال 1909 فروید از جامعه روانشناسی آمریکا قدردانی رسمی دریافت کرد. از او برای یک رشته سخنرانی دعوت شد که در آنجا به او دکترای افتخاری اهدا کردند. افراد زیادی از نبوغ فروید تعریف می‌کردند، ولی خود او در سراسر زندگیش از اینکه مغز بزرگتری به او داده نشده است شاکی بود. فروید شخصاً باور داشت که مهمترین ویژگی او جسارت اوست. مطمئناً یورش به اعماق ناشناخته انسان و علائم آنچه کشف کرده بود شهامت زیادی می‌خواست. اما موفقیت باعث نشد که فروید تعهدات خود را نسبت به فعالیت‌های پژوهشی یا بیمارانش کاهش دهد. او روزی 18 ساعت کار می‌کرد که با دیدن بیماران از 8 صبح آغاز می‌شد و تا 1 بعد از ظهر ادامه می‌یافت. 2 ساعت برای نهار و قدم زدن با خانواده صرف می‌کرد و دوباره از 3 بعد از ظهر تا 9 یا 10 شب بیماران را می‌دید. مدتی را صرف شام و قدم زدن با همسرش می‌کرد و تا 1 یا 2 بامداد به نامه‌ها و کتاب‌ها می‌پرداخت. احساس تعهد او نسبت به کارش فوق‌العاده بود. در طول سالهای 1920 و 1930 که فروید به اوج موفقیت خود رسیده بود، سلامتی او شروع به تحلیل رفتن می‌کرد. او از سال 1923 تا زمان مرگش که 16 سال بعد بود تحت 33 عمل جراحی برای سرطان دهان قرار گرفت، زیرا او روزانه 20 سیگار برگ می‌کشید. در سال 1938 نازی‌ها اتریش را اشغال کردند، ولی به رغم اصرار دوستانش فروید وین را ترک نکرد. چندین بار خانه او مورد هجوم دار و دسته نازی‌ها قرار گرفت. پس از اینکه دخترش آنا دستگیر شد، فروید موافقت کرد که وین را ترک کند و به لندن برود. 4 خواهر او در اردوگاه کار اجباری نازی‌ها جان سپردند. سلامتی فروید به نحو چشمگیری تحلیل رفت، اما او از نظر عقلانی هوشیار ماند و تقریباً تا آخرین روز زندگیش به کار ادامه داد. در اواخر سپتامبر 1939 او به پزشک خود ماکس شوور گفت: اکنون این زندگی جز شکنجه چیز دیگری نیست و دیگر معنایی ندارد. دکتر شوور قول داده بود که اجازه نخواهد داد فروید بیهوده رنج بکشد. وی طی 24 ساعت بعدی 3 بار مورفین به او تزریق کرد که هر بار مقدار مصرف آن بیشتر از اندازه لازم برای تسکین درد بود و سالهای طولانی درد فروید را به پایان رساند.